صبحتون بخیر باشد کوربران گرامی رادیو آزادی و همه اون دوستانی که همین حالا منتظر خبر تازه از رادیو آزادی در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب بودند. شالوگو خوجه هستم در خدمت شما بازم در آغاز یک روز نو. امروز جمعه از 26 اپریل و همه شما کوربران عزیز رو با این روز سعید تبریک میگم و تشکر میگم که همیشه ما رو همراهی میکنید، با ما همکاری دارید و با امید همکاری از این بیشتر پیشنهاد میکنم که چند دقیقه رو امروز نیز به ما ببخشید و قبل از اون که به خبرها رو بیارم نخست از بود و هوا میگیم، چون همیشه در پراگ همین حال و هوا آفتابی است و پیشگویی می شود که حرارت روزانه 26 درجه رو تشکیل بدهد، اما بگوی روزی باریدن باران در نظر است. در مسکو پایتخت روسیه امروز هوا ابری و 22 درجه گرم می شود. در دوشنبه بارانگری های امروز نیز ادامه خواهد کرد متاسفانه و در دوام روز حرارت به 15 درجه خواهد رسید. به دنبال اعتراض و نگرانی های زیادی رانندگان و مسافران، شرکت متصدی تعمیر و جمع‌آوری پل در روز دوشنبه خوجند گفت روبوز و امکان حرکت در آن فراهم شده است. شرکت ایرس از این پیش گفته بود بنابر سنگریزی زیاد و لغزش کوهپاره حرکت نقلیات را از ساعت 8 شب 24 اپریل در این راه مهم قطع کرد. روز دوشنبه خوجند از شاهراهای حیاتی تاجیکستان به حساب می رود و پایتخت کشور را با شمال آن پیوست می کند. دلیر میرگانوف سخنگوی شرکت ایرس روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفت قسمت‌هایی که سنگریزه بسته بود باز شد و حالا رانندگان می توانند از دو سمت حرکت را ادامه بدهند و این زمان هشدار داد که هنگام حرکت رانندگان باید هوشیار باشند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به پکین سفر کرد تا رهبران چین را درباره نتیجه های ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چین این آگاه سازد. همچنین رهبر روسیه میگوید که درباره نتیجه های مذاکراتش به آمریکا اطلاع میدهد. 26 اپریل رسانه های کره شمالی گزارش دادند که پکین پوتین را به زیارت از پخینیان دعوت کرده است و رهبر روسیه دعوت را قبول نموده است. روز پنجشنبه در ملاقات با خبرنگاران پرزیدنت روسیه در شهر ولادیواستوک گفت او و کیم راه‌های حل مشکلات نیم جزیره کره از جمله بحران هسته‌ای پخینیان را بحث کردند. پوتین در جلسه دو روزه انجمن دوم همکاری بین‌المللی یک کمربند یک روز در چین اشتراک می‌کند. ضمناً پرزیدنت تاجیکستان نیز در این انجمن شرکت می‌ورزد و حالا در جمهوری چین قرار دارد. دیروز در دوره این سفر کاری و در حاشیه انجمن امالی رحمان با رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات کرده است. در جریان این دیدار مجموعه وسیع مسائل همکاری و نقشه و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه مورد بررسی قرار داده شد. امام علی رحمان از امکان دیدار و ملاقات با همتای خود شوکت میرزیوف اظهار خوشنودی کرده گفته است هر یک بخوری سطح عالی برای توسعه و تحکیم منبع مناسبت‌ها بین کشورها سهم نظر رسمی می‌گذارد. جانب‌ها رویدادهای مهم سیاسی بین دو کشورها در سال گذشته برای تاجیکستان و ازبکستان تاریخی نامیده فعالیت پرثمر کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی را مخصوص ذکر نمودند. باید گفت در سه ماه اول سال 2019 حجم گردش شمال بین دو کشور به 62 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. طوری هم گفتیم از 25 تا 27 اپریل انجمن یک کمربند یک گروه با شرکت ده رهبران کشورهای عالم دایر می شود که در آن تشبوسی برابر با 1 تریلیون دلار چین در مسئله ساختمانی راههای ماشینگرد و آهن، بندرها و پیوستن اینفراستراکچور انرژتیکی چین با اروپا و آفریقا و گوشه‌های دیگر آسیا بررسی می‌گردد. امریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این تشبوس چین را تنقید کرده و می‌افزایند سیاست قرضه‌ای چین برای بنیاد اینفراستراکچور منطقه‌ای قرض را به کشورهای در حال رشد بر می‌کند که قدرت پرداخت آن را ندارند. سخنگوی امریکا در چین گفت کشورش از واشنگتن کسی را به این ملاقات نفرستاده است. و برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. مقامات شهر دوشنبه ترکیش در یکی از کوچه‌های مرکزی پایتخت را شهر داده گفتند که سبب فلاکت انفجار لولای گاز بوده است. دفتر مطبوعاتی حکومت دوشنبه گفت که ترکیش شب 24 اپریل در نزدیکی فرودگاه سوراخ شدن لولای گاز و اخراج آن بوده است. در بیانیه کوتاهی که روز 25 اپریل نشر شد آمده است که لولای گاز در این منطقه کهنه و فرسوده شده از سال 1974 مورد استفاده قرار داشته. شب 24 اپریل ترکیش قوی ساکنان محله‌های نزدیک به حادثه را ترساند. قبلا وزارت امور داخلی گفته بود که رسیدگی ناقل‌های برقی سبب ترکیش گردید. در نتیجه 5 متر راه ویران شده است و کسی در این حادثه خوشبختانه آسیب ندیده است.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 15% و سال 2022 تا 2024 8% گران خواهد شد. در حال حاضر 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 20 درم معادل بیش از 2 سنت آمریکایی است. ساکنان میگویند به این هم قیمت برق در تاجیکستان گران است و افزایش پیاپی آن به بودجه خانواده ها ضربه میزند. بالا بردن نرخ برق که از نقطه های برنامه نجاتی شرکت برق تاجیک است که حکومت تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه برنامه روز 26 اپریل دسترسی رادیو آزادی شد. طبق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالتی میرسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. به تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را با نرخ میفروشد که خراجات تولید آن را روی پوش نمی کند و بنابراین هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. تشخیص اودیتوری برق تاجیک ثابت کرده است که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیتش 3 میلیارد و 406 میلیون سوم زیان دیده است. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان‌های دیگری بین‌المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان‌ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داده است. انتظار می‌رود این سازمان در دایره لایحه‌های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده است. ولی این بانک پیشنویس برنامه کمک به برق تاجیک را تهیه کرده تاثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددانها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابراین مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک و پرثمر کردن کار آن ناگزیر خواندند. اما عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالاروی نرخ برق به بودجه خانواده‌های نادار ضربه میزند و محض بنابر گرانشوی نرخ برق احتمال تقریبا 58,000 نفر از زیر خط فقر در تاجیکستان قرار بگیرند. در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در کان نظرایلاق مشغول بوده است. دعوا بر سر استخراج انگشت از میدان کفترخانه و یا کان معروف به نظرایلاق است که بنا به ارزیابی‌ها 400 میلیون تن انگشت دارد. حالا معلوم نیست که در دادگاه عالی اقتصادی به سر سهمیه‌های کمراب به نفع کی می‌انجامد. فقط این معلوم است که استخراج انگشت در یک کان بزرگ این مواد سوخت متوقف شده است. کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی که 52% سهمیه‌های کان نظرایلاق را در اختیار دارد می‌خواهد با خریدن 48% بقیه سهمیه‌ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل بدهد. جنجال درباره کمراب تا به سطح بلندی حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمراب میگویند حقوق وارد شدن به بینای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری که 52% سهمیه‌های کارخانه و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشوقتов رئیس کمراب را از وظیفه برکنار و به جای او عابد خوجه شریفov را تعیین کرده است. مراد خوشوقتov و سهامان دیگر کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سومانی خرج کرده آنها را بپردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری در این زمینه پاسخی روشن نمیدهد. پیدا شدن جسد نوروسی از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیادی را در ناحیه جیهون یعنی قمسنگری پیشین به میان آورده است. بعضی میگویند عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبت ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند جسد گلبهار فرامرز و 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسوری ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دوستانی ناحیه گفت
حادثه همچون خودکشی ثبت شده است ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رساندن هست جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. جسد اوبخته گلبهار روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده به والدانش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروسی جوان را کشتند یا به خودکشی رساندند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزов اماکی گلبهار بر رادیو گفت برادرزاده‌اش مشکل خانوادگی داشت. به قول اماکش خسور گلبهار او را پیوستش نمیداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب اون نمیخواست به خانه شوهر برود. فرامرزов گفت گلبهار را یک روز قبل از فوجیه از خانه والدانش به خانه شوهر بردند. اماکش باور ندارد که برادرزاده‌اش خودکشی کرده باشد. او میگوید تن دختر پر از لای بود، جهاز خانه شکسته بود، گردنبند طلویش کندگی بود. اگر خود را به دور میکشید قد بلند بود و پایهایش به زمین میرسید. اینجا چیزی دیگر است میگوید وی. گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجب علی زبیر عروسی کرده است. بعد 6 ماه ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. مقامات انتظامی میگویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام رسد و معلوم کنند که اگر نوروز خودکشی کرده است سبب خودکشیش چی بوده است و یا کسی او را واقعا هم کشته است. و یک خبر ورزشی هم داریم. بهادر عثمان ورزشگر توجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا که امروز 26 اپریل در شهر بانکوک تایلند به پایان میرسد به فینال برآمد. بهادر در قوازمایی نیمه نهایی که روز 25 اپریل دایر گردید مجزنی قزاق سمتالی تولتاєв را شکست داد. همین طریق مجزنی توجیک که به فینال راه پیدا کرد در قوازمایی نهایی امروز 26 اپریل با چینزوگیر باترسوخ از مغولستان رقابت میکند. در مورد پیروزی بهادر با عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا مکافاتانیده می شود ولی اگر مغلوب شود با مدال نقره برمیگردد. در سبقت زنان در بین زنهای توجیک میجگونه سمد و خوبتر هنرنمایی کرده است. او که در وزن زیر 57 کیلو در دور مقدماتی بر ثانیه سلطان قیزی از قزاقستان پیروز شد. در چهارک فینال از یادگوروی میرزوی و ازبکستانی مغلوب گشت. ولی زنهای دیگری توجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان مردان و زنان که 19 اپریل در بانکوک تایلند شروع شده بود در دوام مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. به این ترتیب شام امروز یعنی 26 اپریل بعد نتیجه گیری رقابت‌های نهایی غالبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در 10 وزن میان مردان و در 10 وزن میان زنان معلوم خواهند شد. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در تایلند اینچنین تاجیکستان را داوری درجه بین‌المللی منصور محیدینوف به حیث حکم نمایندگی میکند. و بینندگان عزیز در این قسمتی صحبت یعنی در پایان گفتگوی ما و شما نگاهی میاندازیم به قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.50 درهم و 1000 روبل روسی برابر به 145.30 درهم است امروز. یعنی طوری میبینید روز به روز باز دیگر باره قرب روبل روسی پایین می رود که فکر میکنم برای مجرمین توجیک خبری نچندان خوب است. خب با امید دیداری بعدی که کمتر از 3 ساعت دیگر دایر می شود در همین جا در بخش مستقیم در آزادی ویدیو در سرخط خبرهای تازه من شما رو با خبرهای نو از تاجیکستان جهان منتظر میشم و همین گونه تماشای برنامه خبری را فراموش نکنید که ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدار و روزی خوب داشته باشید.